مادر با شما چی شد؟ چی شد؟ پدرم چی پدرم؟ Apa Ilvan? Tohe. همدردیم را قبول کنید. جایش جنت شود. بیو برویم. پدر جانم. پدر جان. پدر من تو چی شد؟ پدر جان. پدر جانک. پدر چرا رفتی؟ پدر نبره. التماس پدرم رو نبره. آرام شوید. پدر آرام شوید. پدر خودرو پدر سلام نکنید. آرام شوید پدر. آرام شوید بگویم. پدر آرام شوید. آرام شوید. پدر جان چرا؟ آرام شوید. با تو چی نمیرسی؟ بلمن! آرام شوید. التماس آرام شوید. چی کار کرده؟ من به سلیم چی جواب
میدیم. بسلیم چی میگویم آخی؟ برای چی کرده دیگه؟ چی کار کرده؟ چی کار کرده آخی؟ چرا این خیل کرده؟ چرا این خیل کرده؟ من بسلیم چی جواب میدیم؟ بسلیم چی جواب میدیم آخی؟ زنی که این شب در نزد دروازه ما آمده داد زد شوهرش را کشته است. بله، سحری کشته است. این با ما یگان علاقمندی دارد؟ ذره هم نه. همین هم سوال شد. تنیر اکنون چی می شود؟ با اون زن چی می شود؟ او حالا در قرارگاه پلیس است. احتمال حبس شود. این حادثه برای ما فایده دارد. برای ما فایده دارد؟ چخیل؟ این زن تا نزد دروازه ما آمد. ما با شوهرش شرطنامه بستیم، اما او زود برآمد. با ما دشمن شد. حالا باشد حبس می شود و در آنجا با او کسی اهمیت نمی دهد. فرزندش چی؟ باز دخترش هست گفته بودی ها؟ با آنها چی می شود؟ جناب اکرم، پدرش هم مرده است. کسی با صدما اهمیت نمی دهد. تنیر درست می گوید. این بعد گریختن و پنهان شدن عتیق لازم نیست. کمی آرام می شوی. سراسیمه نشو. اکرم نمی فهمی. در حقیقت نمی فهمی. از خواهش کردم اون هم زیادترش عملی شده است. این بعد نمی توانند حیات پسرم را محو کنند. می بینم، اما حیات آنها چی؟ با آنها چی می شود فکر می کنی؟ من چی کار دارم؟ با حیات آنها من چی کار دارم؟ گپ زن. برایم تنها حیات پسرم مهم است و برای تو هم باید همین طور باشد. اپای الوان، سلیم چی حال دارد؟ دگرگونی نیست. تو از آنها خواطر نشو. سرای کجاست؟ مرال کجاست آسیه؟ آنها در جنازه اند. کفایه است. اپای الوان، سرای دخترم یک لحظه اجازه دید. دخترم نترس، همش میگذرد. به تو وعده میدهم. چی میگذرد؟ چی خیل میگذرد؟ پدرم رو به خاک سپاریده آمدم. چی خیل میگذرد بفهمونید. جواب دهید که چی خیل میگذرد. ما رو شرمنده کردی. شرمنده. اکنون ما چی کار میکنیم؟ چی کار میکنیم؟ سرای دخترم التماس رفتیم گر نکنیم. التماس اگر سلیم به هوش بیاید چی میگویم؟ با او چی میگویم؟ اگر از شما و پدرم پرسد چی میگویم؟ چی طور این همه رو با او گویم آخی؟ چی طور فهمونم؟ گوید آخی. همین را گوید با من آخی. گوید. اگر باهوش آید چی میگویم؟ اگر بیدار شود و پدر و مادرم رو پرسد چی طور این همه رو با او میگویم؟ اول به خود بیاید. صحت و سلامت به پا خیزد. آنگاه دان که هر چیز راهی حل دارد. راهی حل ندارد. از همه بهترینش را تو اجرا میکنید و درکه بهترش خواب کردن است. یگان چیز را ندیدن، نشنیدن و بخبر بودن. سرای التماس آرام شو. دو درکه وجودم
میسوزد میسوزد. شد آروم شد. خوش اومدید. خوش آمدید. چنگیز گرسنه هستی؟ اکای رمزی زود یگون چیز تیار کنم؟ نه من نمیخواهم. من هم نمیخواهم. رفعت در کجاست؟ وای همروی سیره برای خبرگیری سلیم رفتن. با کودک یگان گپ شده است؟ نه سیره خوسکی خبر گیرد. اصلا ما باید به خانه طاهر می رفتیم، اما دادتان خانه را از نظر می گذرانیده است. آمده شما را ناراحت کردیم. هیچ گپ نه، این طور نگویید. رفت که بر این مرد مرد. دستانت چی کند الوان؟ اکنون احوال فرزندانش چی می شود ها؟ یکیش در بیمارخانه زنده می ماند یا نی معلوم نیست، دیگرش باشد دختری کلان شده است. خدایا. یک دو روز پس پلیس ها می روند. آیا سرای در آنجا تنها می ایستد؟ چه خیل می شود؟ نه سیره را تنها نمیگذاریم. تنها نگذاشته چی کار میکنیم رمزی؟ خانه را قلف زدیم و سرای را با خود گرفتیم. بعد سلیم چی می شود؟ دکترها سخن مثبت را نمیگویند. اگر شفا یابد هم معیوب میماند. سیره را ما با خود به دوزجه میبریم. شما با سلیم مشغول نشوید تا از بیمارخانه بر آمدن بعدا باز فکر میکنیم. بعدا چه خیل میشود اکای رمزی؟ باید سلیم را نگاه و بین کرد. اگر همراه با شما باشد اپش نگاه و بین میکند. در شهر خرد خرج بیمارخانه کمتر است. همین خیل نیست؟ ها میرم. خرجش را پرداخت کرده نمیتوانیم اکا. گوش کنید، من جوان نیستم و بیمار را نگاه و بین کرده نمیتوانم. کسی از من چیزی انتظار نشود. همه باید مسئولیت حس کند. اکای رمزیتون برای پرداخت دستگیری خواهد کرد. همین طور نه رمزی؟ در حال حاضر باید همین خیل شود چنگیز. این کودک ها بغیر از ما دیگر کسی ندارند. به این همه یک جایه به یک دیگر یاری میدهیم. میشود اکا. قبول است. من چای دم کنم. با اشتهای تام خانم ها سلامت تشکر. با شما مهمانی نو آوردم. نوران با تو امانت است. خیر با شما اشتهای تام. گرسنه نیستی؟ اپا ایسین با او یوری ده تو که در اونجا جایگیر شود. به این هم در اینجا جایی نیست. فهمو. این کت خالی است. خدا نجات دهد. سلامت باشید.
خدا نجات دهد. تشکر. على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما بیا دخترم. انذر آباءهم فهم غافلون یک پیاله آب خنک بیار. خوب شد است پدر. لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلى اپای نرمین، مادرم کجاست؟ اینجا اینقدر کار بسیار است اما او در اطراف نیست. نمیدونم، من حلواها رو به دسترخوان میگذارم. کنی من رفته خبر گیرم. عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر مغفرة وأجر كريم. خدایا چی باشد؟ مادر؟ شما در اینجا چیکار میکنید؟ دخترم تلخ کپ کردی. حلوا و دیگر چیزها تیار است. من تنها نتوانم ایستادم. بیایید به من یاری دهید. سرای نیست؟ او هم نیست. مایلش تو رفته تقسیم کردن گیر، من میآیم. آخر اینجا رو هم باید به ترتیب دراریم. همه چیز با ما باش شده است. را دخترم. ای مادر، زودتر بیایید. این چیست؟ فرا دخترم. پدر، رقص اولینمون رو در یاد داری؟ در یاد دارم. دختران، یاد داری آن وقت پایم رو زیر کرده بودی ها؟ بیا با زیر کن. بیا سبستا نخورید؟ بیا آخر شرم ندار. کلان شدم آخر. ای دختری زیر پایم. رسم و آیینمان همین خیل است. اکای رمزی انتظار نشوند. رفتین. رمزی، 1-2 ساعت خواب کن، دم گیر. شما خواب روید. سیرای گریه دارد. حالا هم گیره دارد. گریه کرده خواب میکند. اکنون شما هم خواب کنید. پگاه روزی وزنین است. خواب کنید.
کنته زیرک است ها؟ سیرای رو چه خیلی زود به خود گرفت. چنگیز اکی رمزیتون یاری میدهد. حالا میبینی که پس از 2 روز ما رو یاد هم نمی کند. اویدی این بعد صحبت میکنیم میشنوند. چه کاری که میخواهی بکن، مرا علاقه دار نخواهد کرد. قاتل پای دوست و معیوب باشد جنت است. از حاضر میگویم که من دستم نمیرسانم. چه خیلی دست نمیرسونی؟ آن کودک یک عمر در بیمارخانه نمیستد. پس از یک مدت البته به خانه میآید. من چیکار میکنم؟ یا در کتفم برداشته میگردم؟ این طور باشد ماشین طاهر را به ما دهند. میدهند جانم، من مصلحت میکنم. به همین هم آن کودک به پا نخسته میمیرد. چی؟ آیا معیوب ماند خوبتر است میرن؟ صبر کن، خدا بزرگ است. جناب عطیف برایتان خوراک آوردم. نه نمیخواهم، سلامت باشید. جناب عطیف برآمد، من از قفایش. عطیف زنگ میزنه. جواب دی. الو مادر جان. پسرم چی حال داری؟ خوب هستی؟ به خونه نود عادت کردی؟ من خوبم مادر، خوبم. از کودکی که با ماشین زدم یگان خبری است؟ خوب است؟ از بیمارخانه برآمده است؟ پسرم آخر چند روز شد که او به پا بخیزد. در بیمارخانه است. ما با دکترش صحبت کردیم، همش خوب است، سلامتیش بهتر است. ما همه طرف یاری میدیم، تو فکر نکن. آنجا استراحت کن. چگونه استراحت مادر؟ استراحت میگویید؟ مرا اینجا پنهان کردید که من از یگان چیز خبر ندارم. میخواهم که چی گپ و کار شده است بدانم. مادر میخواهم که از همه چیز با خبر باشم. آخر گوش کن، ما همه چیز رو آماده کرده، هم یاری مادی و هم معنوی رو کرده ایستاده. سلامتی کودک خوب است. ما با عائله کودک در تماسیم. چرا تو فکر این چیزها رو میکنی؟ تو تنها مرا گوش کن. یک مدت باید در آنجا باشی. مادر من میخواهم که به آنجا روم. آخر بفهمید که من بی‌پروا زندگی کردن نمیتوانم. عطیف گوش کن، مرا غمگین نساز. گوش کن. بماندی الو پسرم، مرا با دقت گوش کن. تنها یک چیز را خواهش میکنیم، کمی صبر کن. وعده میدیم که با گذشتن وقت همه خوب میشود. تنها به ما باور کن. فهمو پدر، فهمو.
بازن مرا میترسونی اینجی. چرا؟ با آسانی دروغ میگویی، باز چرا گفته میپرسی. چی کار کردنم رو میخواستی؟ من با محو شدن پسرم مانع شده ایستادم. کوشش میکنم که عصبش آرام شود، برای آنها غمگین نشود که نمیارزند، بیهوده خودش رو عذاب ندهد. اگر این کودک 3 روز پس با عذاب وجدان برگشته، آیا چیکار میکنی؟ چی طور تسلی میدهی؟ آیا یگان نقشه داره؟ نداره، دائما نیست. اکای رفت چی شد؟ چیزهای لازم نبوده را تقسیم میکنیم. ایست. امک بیا دخترم، بیا سرای، نزدم شین. اینجا شین. تو همراهی ما به دوزجه می روی. من بعد این خانه را محکم میکنیم. بیهوده پول اجاره را پرداخت نکنیم. آخر حالا دخترکم از بیمار خانه نبرم است. با کجا می روم؟ اول امکت رو گوش کن دخترم. سلیم را خالت نگهبین میکند. به این هم کودک بیهوش خوب است. اگر تو اینجا ایستی چی کار میکنی؟ تو را ترک نمیکنیم، تو با ما میروی. آمده میرویم. نمیشود امک، نمیشود. من باید درباری سلیم باشم. التماس نمیشود. گوش کن سرای، ما علکه مصلحت کردیم، با چنین قرار آمدیم، فهمیدی؟ من هم با خالم میستم. نمیشود دخترم. من در دوزجه چی کار میکنم؟ آخر سلیم بهوش آید چی؟ خدا خواهد البته بهوش میآید، اما کی؟ چی علاج؟ هیچ گپ نیست. من باید در نزد سلیم نباشم ها؟ گوش کن دخترم، به پدر و مادر به سرمون بار شدید. اپا یک لحظه. با کسی آسان نیست. ترتیب و نظامی همه عوض می شود و همه فداکاری می کند. به جایی که به صاحب نماندیم گفته خرسند شوی، تو برعکس ضدیت نشان می دهی. در حال حاضر همین خیل می شود. بعدا وضعیت سلیم رو به نظر گرفته باز یکان چاره جویی میکنیم. اپای سوزان این را چیکار کنیم؟ این صندوق عروسی سرای است، ندهید. بسیار خوب، با ماشین ما بار کنید. رفت، خیز کمک کن. لباسای سلیم رو جمع کردم. 1-2 دانش رو بگیر، باقی ماندهش رو تقسیم کنید که سلیم در بیمارخانه استفاده نمی کند. فهمو خوب شده است، اما از آن امکی طاهرم رو چی؟ شما نمی توانید. ایست صبر کن. اپا گیرید. از اومدنتون یک لقمه هم نخوردید. وجودت گرم می شود. سلامت باش. نامت الوان ها؟ تو چی نام داری؟ سلما. کم مونده هسته؟ 5 هفته دیگر هست. الهی سالم به دنیا آید. آمین. شما هم فرزند دارید؟ 2 فرزند. خدا نصیب گرداند. شما حالا با آنها صحبت نکردید ها؟ تلفن دارید؟ اپا صحبت کنید. خود را صبر کنید. در اینجا به همه چیز عادت کرده می شود، اما در حسرت بودن دشوار است. روزانه 10 دقیقه حق گپ زدن داری. امروز از کارت من زنگ زن، بعد به خودت بخری.
серай хоҳарам, агар ҷавоб надиҳад баъд занг мезанед. мо ҳам дар навбат истодаем. ҳама бояд бо сабр бошанд хонумҳо. серай телефонат садо медиҳад. духтарам ҷавоб деҳ. алло алло серай духтарам маро мешунавӣ? серай чӣ шуд, чаро гап намезанӣ? духтарам тинҷӣ аст, чаро ҷавоб намедиҳӣ? модар, ба фикрам янгам элван занг задам. серай духтарам илтимос бо ман суҳбат кун. ман овозитро ношунида наметавонам ҷонам. серай илтимос бо ман суҳбат кун. магар ман интав шуданашро мехостам. илтимос ту ба ман ин хел накун серай. серай духтарам ману мешунавӣ? илтимос ба ман ҷавоб деҳ. аз барои худо азизам ҷавоб деҳ. серай мин баъд ба ман занг назан. ман мехоҳам ки бо ту суҳбат кунам. тамом хоҳарам. шукри худо. مادرش در حبس، پدرش باشد رحمتی شد. این باشد در دست ما ماند. دل انسان خون می شود، لیکن ما هم عاقبتش را بدانیم. احوال این کودک چی می شود جناب دکتر؟ تو که این طور خواب می کند، صحت می شود، بیدار می شود، عاقبتش چی می شود؟ агар ба ҳуш ояд ҳам мисли пешина насолим, балки маъюб мешавад. сиҳат шуданаш ба табобати физикӣ вобаста аст. ҳангоми гап задан ва ҳаракат кардан мушкилиҳо пайдо мешаванд. пештар аз як моҳ ҷавоб дода наметавонем, аммо баъдан бояд дар хона табобатро идома диҳад. ин чӣ хел? яъне дар насибаш агар ин бошад, беҳтараш ки... ман фикр мекунам ки ба ҳуш меояд, вале чӣ хеле ки гуфтам, он тарафаш мушкилтар. фаҳмидам. ба монанди матҳуш доимо хоб мекунад. бо иҷозати шумо. аз ҳама роҳат туи салим. аҳволи мо бо ту чӣ мешавад? оё ин қадар саросима буд? чӣ қадар тез сархалос шавем, ҳамон қадар хуб аст. даъво чӣ? бо адвокатҳо суҳбат кардам, мушкилӣ нест гуфтанд. хуб, бори дигар дидан мехоҳам. хавотир нашавед. ваколати фурӯхтан, рухсатнома ва он чизе ки лозим бошад, ҳамаи ҳуҷҷатҳо инҷо ҳаст. кай мебарорем? пас аз як-ду ҳафта. хуб, дер нашавад. хайр. онҳо чӣ кор карданд? кӯдак то ҳол дар беморхона аст. духтарро бошад амакаш гирифта ба дузҷӣ бурд. зан бошад дар маҳбас аст. бисёр хуб. гоҳ-гоҳ хабар гир, мушкилӣ нашавад. одами моро низ хабар гир, маҳмудро, яъне танқисӣ накашад. хуб ака.
алло алло мера апа бисёр гап зада наметавонам бо як азоб иҷозати гап заданро гирифтам. Салим чӣ ҳол дорад? ба мисли ҳар вақта имрӯз чингиз барои хабаргирӣ рафт дигаргуни нест гуфтанд бечора ҳамон хел хоб аст. серай ба серай занг задам аммо бо ман суҳбат накард. агар гап занад чӣ мегуфт апа духтар парешон шуд. яку як бора гирифта бурданд. чӣ ба куҷо бурданд? ба дузҷеб бурдан апа акаи рамзӣ инҷо танҳо нагузошт. хонаи шуморо маҳкам мекунем апа ба назди салим аз инҷо рафта меоем. мерал чиҳо мегӯӣ? ин қадар зуд шумо чӣ кор мекунед? апа чӣ кор кунем? чиро интизор шавем? кошки бо серай гап зада метавонистам. гап задан намехоҳам. ва шумо фишор наоред апа номи шуморо шунида намехоҳад. магар ман ин таб шуданашро мехостам. намедонам апа намедонам аммо ҳамаро парешон кардед. ман туро интизорам. зуд суҳбататро ба анҷом расон. мерал ман бояд телефонро хомӯш кунам. фаҳмо апа. алло бародар чӣ ҳол дорӣ? дӯстам ба амстердам омадию чаро ба ман занг намезанӣ? на омадам вақт надоштам. бисёр хуб. пас биё дар ягон ҷо вомехӯрем. ҷим ягон рӯзи дигар вохӯрем ҳоло ман сахт монда шудам. ба худо ки модарат маро ҷанг кард. имрӯз туро танҳо намегузорам. гӯш кун агар навои ман меоям. майлаш ҳозир тайёр шуда меоям аммо ба ҷое меравем ки мусиқӣ дошта бошад. майлаш туро интизорам. майлаш то боздид. дар куҷо мегардӣ сузан? зуд бош. омадам либосҳоро ҷобаҷо кардам. рамзӣ духтарам хӯрокатро бихӯр. хунук шуд. мехӯрам амакҷон. салим чӣ ҳол дорад? бо холат суҳбат кардӣ? бо язнам суҳбат кардам ки ӯ рафтааст аммо ҳамон аҳвол будааст. дар як рӯз чӣ иваз мешавад? ҳафтаи оянда мо ҳам меравем. бе ҳаминам ба бозор меравем ку. минбат тоҳир нест. рафту омад барояд акнун душвор мешавад. писарам зуд бош. ту куҷо будӣ? омадам ку падар. борҳои серайро аз мошин гирифтам. бисёр хуб. ташаккур. ака оё дар ҳуҷра ягон ҷои поймодан ҳаст? ҳаст, хавотир нашав. ту серай апаву хоҳар дар як ҳуҷра зиндагӣ мекунед духтарам. ҳамин тавр нест? албатта падар. амак ман сер шудам. чизҳоямро ҷобаҷо кунам? майлаш ҷобаҷо кун духтарам. рав. гӯш кунед. бо ин духтар одам барин рафтор кунед. ятими додарам аст. дилашро начиканед. агар ӯро ранҷонед ман ҳам шуморо меранҷонам. фаҳмидӣ гулсум? падар ман ягон чиз гуфтам?
من از اول شما رو آگاه کردم. با دخترمون فشار نار. او چی گفت؟ فشار نار یک لقمه هم خوردن نمی شود. دردم برایم کفایه است. کمی یکدیگر رو فهمیم، آدم شویم. با تو گفتم که دیگر زنگ نزن. سرای دخترم، من آوازی تو رو نشنیده چی طور زندگی میکنم. التماس مرا گوش کن. کاش که به جای پدرم تو میمردی. مرا شنیدی؟ من تو بر این مادر ندارم. با آخیر رسید. از غم و درد به فکرم به جانش قصد میکند. عادت میکند. در اول همین طور عذاب میکشد. سلما چی شد؟ ای به فکرم بسیار نشستن ضرر کرد. کمی درد میکند. بیا کمی دم گیر. من نمیخواستم که این طور شود. به خدا که نمیخواستم. مرا ببخشید. مایلش میکنم. چی گپ شد؟ یاری دهید. چی؟ زود چکار کنید؟ چکار کنید؟
چیزهای این کت رو با فرش گذارید. لاتای تازه آبی گرم و سطیل بیارید. همش رو بیارید. یارید زود. بیا یارید زود. روی پوش کت رو بیارید. زودتر باشید. چین روی پوش رو بیارید. آب رو بیارید. گب نزن سلما. گب نزن. تمام. نفس کش. فهمیدی فقط عطیف با کجا می روی؟ جنابان جناب عطیف خوب هستید؟ خوبم بسیار خوبم چطور خوب نباشم ها؟ در اطرافم شخصانی هستند که برای غلطیدنم اجازت نمیدهند 2 دقیقه عذاب وجدان میکشم 2 دقیقه و همین هم اجازت نیست برای چی میدونید؟ برای اون که من عطیف شنل میباشم
من بالا مقام هستم. بالا مقام. جناب لطیف التماس. مرحمت جناب لطیف. در این بی وقتی خوابت می پرد. به همین هم خواب ندارم سوزن. حق استی. دو در این نصف جان است. خدا به تو عمری دراز دهد رمزی. آمین. به هممان خدا نصیب گرداند. رمزی، به طاهر برایت بسیار دشوار می شود. از دزجه به استانبول رفته در بازار سودا کردن به تو وریفه دشوار می شود. توب می آری؟ چه کار کنیم؟ در تقدیر چیزی که باشد همون رو می بینیم. من می گویم که چیزهایمان را جمع کنیم و یگان جای موافق یافته به استانبول کوچیم. تو دائما یک ترانه داری. عشق استانبول تا حال تمام نشده است. تو اول گوش کن که چی می گویم. سلیم در آنجاست. سرای هم می خواهد به دادرش نزدیک باشد و هم به جای کوری تو هم نزدیک می شود. راست میگویی، درست میگویی، اما اینقدر خرج و من چطور پرداخت میکنم؟ در این باره اصلا فکر نکن. همسرت که بر این در پسد. این چی گفتنی گپ؟ کمی پولی جمع کردگی دارم. تو؟ بله من. تو تا حال زنت رو نمیدانی رمزی. با 2-3 تنگه تو کوچیده میشود سوزن؟ از برای خدا مرا در چنین احوال نخندان. 17,000 میرسد رمزی جان. 17,000؟ تو اصلا خواطر نشو. به هممون خوب می شود. به تو، به من، به کودکانمون. این خیلی کارها رو خوب میدونسته ای. تو مامودایه هستی؟ کارمندی در مونگو هستم. معلوم. با کمکی تو هم سلمه و هم کودک نجات یافتن. در تقدیرش بوده است. آنها به تو احتیاج دارن. خودت رو از دست نده. شما برای چی از برگشتن من اینقدر میترسید مادر؟ برای چی؟ 2 ماه صبر کن. وعده میدهم که پس از 2 ماه همه چیز رو حل میکنیم. باز به اینجا به خونه برمیگردی عطیف جان. مادر پسرم عطیف جان، بین در حیاتم باری اول از تو یک چیز رو خواهش کرده ایستادم. عطیف، من از تو التجا میکنم. من تو رو به خطر روبرو کرده نمیتوانم. میمیرم اما روبرو نمیکنم. عطیف، مادر این کار با گریختن حل نمی شود. مادر گوش کنید، این کار اینطور نمی شود. می شود. به مانندی اصل می شود. من برای محو نشدنی حیات پسرم همه کارو می کنم. پسرم گوش کن. اگر به اجازت من به استانبول بیایی قسم می خورم که از تو راضی نمی شوم. شنیدی؟ اگر من رو ذره دوست داری به من باور کن. فهمیدی پسرم؟ من تو را سخت دوست می دارم.
یوری ده